گفت چی میخواست است؟ گفتن میخواست است که همین پسرکش بیا در مکتب عالی همراه دربانی های تو درس بخونه در نزد عالما. شاه چنان غضبش کرد، گفت این چی کار است که شما میکنید؟ امروز ما دهخانا و موزه فروش بچه ها را بیاریم در مکتب عالی تعلیم دهیم، بعد بچه های وزیرا و بچه های دبیرا کجا روند؟ وقتی یا صاحب وظیفه و منصب شوند، صاحب منصب و بیچاره بچه هاشون چیکار کنن؟ وزیری بیچاره فرزند کلام میکنه، جاش یک بگونه بگیره وزیر بچه کجا میشود؟ ببینه عقل فراست تا کدام درجه را بود. کسرای نوشیروانی که تاریخ میخونیم اینقدر عدالت پیشه بود، اینقدر دانشمند بود، اینقدر خیرخواه بود، حتی توقع آن ندارد، حتی صبر آن ندارد که یک فرزند دهقان بچه، یک موزه دوز بچه بیاید در مکتب عالی تعلیم بگیرد. با فخر میکنن، با همین دین زردشتی سخت کارانش و تعریف توصیف میکنن. قسم به خدای همون کسایی که تعریف توصیف میکنن اونا تحریف تاریخ میکنن، روشون از سیاه میکنن، تاریخ از ما و شما پوشیده میدارن. و الا این عقیده به مردم چنان زیانی داشت، مردم بی سواد گردوند است. یه روز در یه معرکه همی سخن گفتیم، یک معرخ است، یک تاریخ نویس گفت چی دلیل داره داملا شما این گپ میگه؟ یک برادر نمیدونم 5 کنتی بود، اینگی بود. گفتم اینجا بیا بشی. اومد شیش. گفتم در تاریخ تبری اومد از قبول داری؟ گفت تاریخ تبری به منفعت مسلمانان نوشته شده، برای ما تاریخ مسلمانان. سبحان الله. لااقل گفتم تا همین فردوسی را قبول داری؟ گفت فردوسی را قبول دارم. خیلی گفتم فردوسی را قبول داشته باشی گوش کن. فردوسی همین قصه را در شاهنامه شو آورده است. به همون جایی که نوشیروان به غضب میآید فردوسی همون را در کتابش بیان کرده است، براش خواندم جاهیده. چو بازارگان بچه گردد دبیر، هنرمند با دانش یادگیر. چه فرزندی من برنشیند به تخت، دبیر بباید پیروز بخت. نوشیروان میگه که آخی این تاجر بچه اگر بیاید عالم شود، فردا وقتی که من مردم پسرم پادشاه میشود. هنر یابد از مردی موزه فروش، سپارد بدو چشم بینا و گوش. به دستی خیرتمند مردی نژاد، نماند به جز حسرت سردباد. پسری من میبینه که موزه دوز بچه که عالم شده است، او را میگیره وزیر میکنه و بیچاره بچه وزیر چی کار کنه؟ به ما بر پس از مرگ نفرین بود، که آیین این روزگار این بود. بعد مرده به ما را لعنت میگن. گفت ببینه آیین دین ما همی است، لعنت بر او دینه که آیینش معنی کردن مردم از علم آموزی باشه. همکنون دیرم بازگردان ز راه، دیرم خواه و از موزه دوزان نخواه. پولاش در کار نیست. گفت پولاش روی که برو انده ما قرض میکنیم و پول ایران نمیگیریم، فرزندش در مکتب عالی نمیگذاریم. کافی است گفتیم برادر، هرچی الحمدلله خنک شد رفت در جوه کشید. با چشم مردم خاک نپوشه برادرای عزیز. مردم گمراه نکنه. الحمدلله نجاتی ما ای دین است، الحمدلله پاکی و پاکیزه روزگاری ما ای دین است، سری بلندی ما ای دین است. بعد که اسلام آمد، بعد که نور نبوت این سرزمین منور کرد، از بین این دهقان بچه ها، از بین این تاجر بچه ها جوان مردای به صحنه آمدن که نامشو با خط طلایی در تاریخ بشر ثبت شده است. یونسکو تاریخ اونا را ثبت کرده است، ولادت مولوداشون را قید میکنه. فلان سال سال امام اعظم ابو حنیفه، فلان سال سال امام بخاری. آخه ابو حنیفه کی بود؟ بخاری کی بود؟ تاجیکش میگم نه که فراموش میکنیم که آخه او قبل از همه مسلمان بود. مسلمان عیب است قسم به خدا. تعریف کنی که ما حافظ داریم و بیدل داریم، در صورت فراموش کنی که سرچشمه الهام حافظ و بیدل قرآن است. عیب شرمندگی است که تو حافظ بدانی و قرآن ندانی. حافظ قرآن حافظ کرد،
نباشه او تری شمس دینوفر بدن کوچه و در. عشق رسد به فریاد ارخد بسان حافظ، قرآن زیبر بدانی با 14 روایت. حضرت میگه اگر ترم رنگ حافظ واری قرآن با 14 روایت از یاد بدونی ترم حافظ وار شاعر میشه. رنگ ما واری شعر میگه ندیدم خشتر از شعری تو حافظ با قرآنی که اندر سینه داری. معنی حافظ چیه؟ حافظ قرآن. او مردک حافظ قرآن بود. به شرافت چی حافظ قرآن شد؟ به شرافت دین مبین اسلام، به شرافت محمد صلی الله علیه و سلم. پس ببینه که ما را هم از نجاست حیات آزاد میکردن، از غلامی نجات یافتیم، هم از نجاست عقیده. به هیچ که پوشیده نیست. همه میدونن در دین آیین زردشتی پدر دختری خیچ زن میکرد، پدر دخترش زن میکرد، برادر خواهرش میگیرید. امروز دیگه ای شرم حیاشو بعضی ها میگن که این تهمت است در حق زردشتی ها. تهمت است در صورتی که تا زمانی که عقل مردم سالم نشد اینا کسی پوشیده نمیداره. آخه این پوشیده نیست، مثل آفتاب عیان و آشکار است. نه فقط تاریخ نویسای اسلامی بلکه تاریخ نویسای تمام دنیا، مستشرقای خارجی همه نوشتیان که در دین زردشتی و در آیین زردشتی ترغیب تشویق مخصوص کرده میشد که مرد دختر اخچه بزنی بگیره. نعوذ بالله. میگفتن ثواب میگیری اگر این کار کردی. یکی از همون شاههای عجم دارا که اینقدر معروف است در یوش داریوش، ما حرامزاده از پدر باباشی داره، پدرش هم پدرش هم باباش. بهمن فرزند اسفندیار دختر خودش همو را بزنی میگیره. یکی دخترش بود نامش همای، خیرتمند با دانش و پاکرای، پدر درد پذیرفتش از نیکویی، بدان دین که خانی ورا پهلوی. یک دختری داشت میگه با نام هما و پدری ملعونش همون را زن کرد گرفت دختری خش رو بدست. به همون دینه که او دین تو زردشتی میگوی، دین زردشتی. همای دلفروز روشنپذیر چنان شد که آبستن آمد زیشا. ای پدر خودش حامله شد و همون داریوش حرامزاده رو تولد کرد. حقیقت باید بگیم واقعی چی نقی هست چی شکلی هست. امروز مردم سرزمین ما را با نام بخاری در تمام دنیا میشناسن. حاجی ها میدونن، میگن از کجا هستی؟ از تاجیکستان. تاجیکستان از شنیدن نمیدونن، تصورات ندارن. اما وقتی میگوی بخاری میخیزه عرب آغوشت میکنن، دستات هم بوسا میکنن که بخاری در اسلام قدر خدمت کرده است. و همه بخاری ها و مسلم ها و غیره و هاکزاها همه فرزندای اسلام هستن الحمدلله. پس ما مردم این سرزمین هرگز باید فراموش نکنیم خدمات بزرگی را که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از برای این ملت خلق ما انجام داده است. اصلا تاجیک زاده اسلام است، مانع همه سفسط و را. یک زمان در این ملک سرزمین شاید باختری ها زندگی میکردن، سوغده ها زندگی میکردن، اما او تاجیک نبودن، اونا را تاجیک نمیگفتن. از زمانی که این خلق با نام تاجیک یاد میشود، از زمانی که این زبان با نام زبان تاجیکی یاد میشود، ما مسلمان بودیم الحمدلله. چرا ما را تاجیک گفتن؟ تازیک یا تاجیک، زیرا که مردم ارمن، مردم ترک که حال صاحب اسلام و مسلمان نبودن ما را مسلمان گفتن. مقصد اینا مسلمان هستن، تازیک هستن، عرب هستن، مسلمان هستن، حتی نام زاده اسلام است. از همه خاطر باید این را فراموش نکنیم. ما الحمدلله افتخارات ملی داریم، افتخارات وطنی داریم، اما ما هرگز فراموش نمیکنیم که ما الحمدلله مسلمان هستیم. ما هرگز فراموش نمیکنیم که ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. شما ببینید برنارد شاو یک متفکر دراماتورگ بزرگ انگلیس است.
میگه در همین زمان پارلمنت تشکیل کردیانه، آن تشکیل کردیانه، یا نه اسکو تشکیل کردیانه، با سرحساب کار نمیروند. هر روز در یک گوشه جنگ است، در یک گوشه آدم کشی است، فلان دولت با فلان دولت جنگ میکنه. ای مردم، میگه شخص مثل محمد صلی الله علیه و سلم از خدا طلب کنه همه تیج میشود. قسم به خدا اگر میگه محمد در همین عصر زندگی میکرد، نه آن در کار بود، نه یونسکو در کار بود، نه دیگر خاک و بلاهاش دنیا را اداره میکرد. و راست هم میگه. ببینید در همون حالتی که همه به هم دیگر بیگانه بودن، الحال قصه را برات آوردیم که قبیله قریش که همه اصلشو از یک پدر یک مادر است، از یک جد میآیند، هم قبیله و هم خویش هستند، برای گذاشتن یک سنگ تا کدام درجه را دعوا و نزاع کردند، تا کدام درجه را نزاعشو برخاست. چی برسه به دیگر قبیله های عرب و مردم های غیر از قبیل عجم و دیگر که در خون همدیگر تشنه بودن، همدیگر را کشته و مالها را به یغما می بردن، توسط یک کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله اصلاح شدن. چارچوبه لا اله الا الله ده الحمدلله امروز چنان مستحکم شدیم که یک زنگی که از افریقا است میبینه برادر تاجیک شه السلام علیکم و رحمت الله. همین مگر افتخار نیست؟ افتخار ای زیاد میشود. سال گذشته در امریکا بودیم، الحمدلله سر لباس ما خیلی بداخی، از همین سر لباس مسلمان نمیشناسنش. اگر به شرط شیم کستون نپوشه و گلستوک نبنده میشناسنش که این مسلمان های. اکنون ما او مردم نمیشناسیم. متاسفانه مردم محلی انوخی اکثریت زنگی ها هست. در کوچه های نیویورک میریم، کسی میگذره هر مسلمان خواه مرد باشه و خواه زن، السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قسم به خدا دلت آب میخوره. نمازی جمعه را در مسجد جامع خواندیم، یک راهبلد افغان داشتیم، گفت فلان محله میریم، همینجا طعام حلال به دست نه که پیشکی خبر تو میکنم. گفت اونجا اوباشاش زیاده، همون کوچه اوباشا بود است، جای بی ادبا. زنگی بچه ها هم گفت بسپریزورنیک، به صاحب رنگ هم اوباشی میکنن، دزدی میکنن. ما گفتیم چی داریم مخی اوباش میترسیم میریم. اومدیم یک گروه نشان داد، گفت همه را میبینه پاشو در رول کنکی دارن، بازی کردیست یا نده. گفتم ما میایم کیست هم میزنن قب میرون، ای قفاش سرکه بگرد با ببینن اگر بسیاری بعد اصرار میکنی در یک گوشه با مردنی بارد میبندن. کینوی بنزه دیدگی هسته، همون بنزه در همونجا سنیمت کرده بودیم. یک فرانسوز لبلیچ میکنن که میکپن زنگی تای ترسیک میکنن سرش میکنن. راستی اومدیم در کوچه اکمو را تحضیر داده، کم کم در دل مخوف فابدور اومد. دوستامو در هم کسای پولدار مونای که نبیان قبل زنن ناخوست دیدن یک 4-5 نفرش سراسیمه طرف ما اومدن، همون کنکی ها شوقتی پیش اومدن گفتن مسلم. گفته مسلم الحمدلله. گفتن ما مسلمیم. اوکی میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیچاره افغان حیران شد، گفت من 27 سال در نیویورک زندگی کردم، نه فهمیدم یا مسلمان بگیانه یا سلام میدادیم. ای ترس یا رو به این کوچه ما نمیگذشته. من گفتم تو شکل صورتت ای یهودی هیچ تفاوت نداره، یا شکل صورت اسلامی بگی الحمدلله اینا برادرای خدمت بگیم. فهمی که جای یک مسلمان او باشش میگوی بدبخت بردن همه آشخانه را نشان میدادن. ببینه ای چی افتخار های همه همه به شرافت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که یک عالمی را متحد کرد، یک عالمی را متحد کرد. در روی دنیا 1.5 میلیارد مسلمان زندگی میکنند، نژادهای گوناگون، زبانهای گوناگون، عرف عادتهای گوناگون، اما همه خدا پرست، همه یکتا پرست، همه یک کتاب دارند، همه الحمدلله و المنت امت یک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستند و انشاءالله نجات بنی بشر در اسلام است. پرگویی هم شود در یک شهر دلس کلیسا بردن، در کلیسا در اومدیم، بعد
همون پاپی کلیسا در برای مردمش گپ زده گفت ما یک پرابلم ایوازدین داریم. سال تا سال جوانو کم شدستیند در کلیسا نمی آیند. همین فقط پیران سالان می آیند، کمپیرکای پوچله و موسفیدای از پا افتادگی. شما هم گفتم که پرابلم داره؟ گفتیم نه ما نداریم الحمدلله. گفتن سببش در چیست؟ میپرسم. من گفتم که این جوانا الحمدلله تازه هم دیلاشو صاف و به آلایشه. اینا آفتاب درخشان اسلام ماندگی ای پشت چراغای پیلتگی دود کردگی شما نمیروند. آقا گفت آقای نظرف شاید امیره ترجمه نکنم، معیوس میشوه این مرد، شاید خفه شوه. و گفت تو کاردار نشه تو ترجمه که حقیقت چرا خفه شوه؟ اکنه نمیدونه او بدبخت ترجمه پرش کرد نکرد چی گفت، اما حقیقت حال همه الحمدلله. جوانا هیچ وقت آفتاب درخشان اسلام موندگی از قفای او چراغای دود کردگی نمیروند. حقیقتا او چراغای دود کردن. گیاته یک شاعر بسیار معروفی نمیسه، همه در مکتب و فکرم خونده اینش. اما افسوس ما نمیدونیم که گیاته یک داستان داره با نام نغمه محمد صلی الله علیه و سلم. شنیده؟ اکثریت نمیدونم. ببینید یک زمان دوره سویتی بود، دوره مبارزه بر ضد دین بود، هیچ چیزا را تعلیم نمیدونم. لیکن امروز الحمدلله آخه ما آزادیم. حیران میشم که تا به حال در کتاب‌های درسی ما همون سفسطه‌های دوره سویتی هست. آدم میمون پیدا شده، سر چارلز داروین خونش بسوزه که همه قانون تنویع نوعیت اختراع کرده است. دیگر تو حاضی همون سفسطه‌ها را نپرتفتیم، حالی هم پخته جان پخته میخونه. آخه همون گیاه تیره نوشته، همون نظم هایی که داره در وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم، در وصف اسلام، همونا را چاپ کنه چی زور تو میایم. علامه اقبال لاهوری همه همی را ترجمه کرده است. کار علمیش همی شعرهای گیاه تبدست بیچاره به زبان بهترین زبان فارسی نابقتی ترجمهش کرده است. شما بگیرید در کتاب چاپش کنید، همه جوانا بخونن انشاءالله محبتشو زیاد میشود. هم محبتشو به همین زبان زیاد میشود، هم محبتشو به این سرزمین زیاد میشود، هم محبتشو به دین اسلام زیاد میشود. برای آنکه سخن پوچ نگیم، به دلیل سخن نگفته باشیم، از همین گیاه یک شعرش میخونم در وصف اسلام است. بعد انشاءالله به همین به صحبت خود حسن اختتام بخشم. گیاه میگه بینگر که آب جوی چی مستانه می رود، در خود یگانه از همه بیگانه می رود. ابتدای اسلام گفته است که در ابتدا اسلام مثل یک جوبارک بود در میان همه این بیابانهای به آب، بیابانهای رگزار و همه آب جوبارک نگه که میگه چه خیلی مستانه میروه، پروای چیزی نداره، پروای کسی نداره، راه مستقیم اختیار کرده است، راست به سوی الله رفته است. در راه او بهار پریخانه آفرید، نرگس دمید، لاله دمید، سمن دمید، گل جلوه داد و گفت یکی پیش ما بایست، خندید غنچه و سری دامان او کشید. در راه میگه در لب جوبار سبزه ها دمیدن، گل ها برمدن، هر کدومش طرف خود جلب میکنه جوباره که جوبار راست نره، ایس بیا ایس میلان که کم طرفی ما بگرد، این دنیا هم زیبایی داره، بسوی دنیا میل که. ناآشنای جلوه فروشان سبز پوش، صحرا برید و سینه کوه و کمر درید. اما این جوی از راه مستقیمش منحرف نشید. پروای جلوه نه گل کرده نه بلبل، نه پروای پادشاه کرده نه وزیر. و زیمامدارای این دین بزرگ بالای تختی روا نشیشتن، بلکه بالای منبر برآمدند، مردم تعلیم دادند، مردم آگاه ساختند، وضع نصیحت کردند. زی بحری بیکرانه چی مستانه می رود، در خود یگانه از همه بیگانه می رود.
و همه جوبار میگه گیاته به بحر مبدل شید. این دیگه جوبار نیست، این بحر و این بحری دمان، بحری موجزن همون رخش ادامه داده و رفته است با سرعت. صد کوه و دشت و مرغ بیابان و باغ و راغ گفتند ای بسیط زمین با تو سازگار، ما را که راه از تنکابی نبرده ایم، از دست بردی ریگ بیابان نگاه دار. دیگر جوبارها و دیگر کانال‌هایی که آسته آسته باطلاق شده بودند یا که در زیر خاک موندن، التجا کردند که ای بحر، ای بحر صاف و مصفا، ما را در آغوشت بگی که نابود میشه. از دست بردی ریگ بیابان نگه مو بدار که این ریگ بیابان آسته آسته آب منخش کرده است. دینهای دیگر، دین یهودی، دین نصرانی، اهل کتاب که آیسته آیسته آدما و نفراشون از دست داده استیان، مردم اتئیست شدن، از دسته استبداد این بدبختا را رو به سوی اسلام کردن که ما را صاحب عقیده کن. کم کم هم عقیداتت پیش ما هم پرتو که استفاده ببریم، هلاک میشیم، همه مردم از دست ما میروه. در بر کشیده همسفرانی زبون زار، وا کرده سینه را به هوای شرق غرب. در بر کشیده همسفرانی زبون و زار، زی بحری بیکرانه چی مستانه می رود، با 100,000 گوهر یک دانه می رود. و این اسلام میگه بخیلی نکرد. بعض ایده و عقیده های اسلام با همون دیگران سرایت کرده است. امروز این بدبختا را ببینه، برای آن که نجات بیابند، برای آن که مردم اتئیست نشوند، با کلگی تسلیس اونا را دیگه کسی باور نمیکنه. واقعی یک افسانه ای را گفتیم به نام تسلیس سویتای ترویتسا. با بعض تشکیلات های نو کردن با استفاده از عقاید مسلمان ها، مثل سویدت царства Иегова که او نه صلیب قبول داره نه سویتای ترویتسا را قبول داره، از عقیده های مسلمان ها عبرت گرفته و موافق همو عمل کرده استیم. پس این اسلام سزاوار تمام چیز است. الحمدلله و یقین دارم که عاقبت تمام دنیا اسلام است، مسلمان است، مسلمانی است. و اگر ما امروز چند با سنت پاک حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم بزنیم، هرچی که او حضرت برای ما آورده است به دست بگیریم، از هر کاری که ما را نهی کرده است نفس های خودمون باز بداریم، همون سیادت و قیادتی را که خدای تعالی از برای پیشگذشته های ما، از برای قرون مشهود و خیر و امثال اونا که مدت 6-7 عصر در تمام تاریخ بشر عالمتر، با تمدنتر، صاحب فراستتر، آبادتر از ممالک اسلامی یگان مملکت در روی دنیا نبود. انشاءالله همه سیادت و قیادت خدای تعالی باز برای ما ارزانی می‌دارد و انشاءالله ما امید داریم از این، زیرا که وقتی که مسجدها را می‌بینیم، زیرا محفل‌ها را می‌بینیم که اکثر جوانای تشکیل میکنن که چشماشو میدرخشه، چشما میدرخشه، همین درخشیدن چشم اشاره به زیرکی آدم میکنه، اشاره به اون میکنه که انشاءالله در همه قلبش سخن اثر کرده است. پس ما از رحمت خدای بزرگ هرگز ناامید نیستیم. ناامید شدن از رحمت پروردگار کفر است، همچنانه که نترسیدن از غضب خدا کفر است. از همین خاطر دعا میکنم که پروردگار صحبت مونه معاصر بگردونه و پروردگار چنین صحبت نشست‌هایی را که باعث بیدار شدن شعور مسلمانان، باعث کشاده شدن چشمای مسلمانان، باعث درخشیدن چشمای جوانان میگردد در جامعه زیاد گرداند و پروردگار مساعدت فرماید که ما قهرمانای این ملت شناسیم، قهرمانای این ملت دانیم. تا زمانی که ما از قهرمانای خارجی عبرت میگیریم، برای ما را کمیر مردم خارج هستند، هیچ وقت ما نجات نمییابیم. پس جای الکساندر نفسکی بگذار که جوانای ما از خالد ابن ولید آگاه شوند، جای دمیتری تانسکای بگذار که جوانای ما قعقا ابن عمر شناس شوند، جای نمیدونم الکساندر ها و نیکلای ها
این مردم بخوانن که الحمدلله ما عمرها داشتیم، ابوبکرها داشتیم، عثمانها داشتیم، علیها داشتیم. مردم دنیا با بزرگای ما افتخار میکنن. افسوس، صد افسوس که ما خود ما غافل هستیم. خدایا خداوند عاقبت کارمون به خیر انجام ده. پروردگارا این مجالس خیر مجالس با تأثیر گردان، نه از اون مجلس هایی که تأثیری ندارن بعدی خود چیزی باقی نمیگذارن. خدایا خداوند مساعدت فرما که توسط دعوت تبلیغ، توسط امر به معروف و نهی از منکر مردم چی بدن دین بزرگ اسلام درک کنند و پروردگارا توسط کوشش سعی تلاش جوان مردا اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر گردان. خدایا خداوند او برادرایی را که سببگاری گذرانیدن چنین مجلس ها می شوند، سببگاری آن می گردند که الحمدلله واعظان و قاریان آمده و در حضور اهل دیار، در حضور مسلمانای دیار نشسته و صحبت از خدا و از پیغمبر و از بزرگان دین مبین اسلام میکنند. او شخصایی که سعی تلاش به این کار انجام میدهند فردا روز قیامت پروردگارا همراه پیامبرانت، همراه صدیقان، همراه شهدا، همراه صالحین و همراه محبانشان حشر گردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. الحال بلنگویا که در دستی حضرت استاد داملا سید بیگ میدهیم و انشالله ای فیض صحبتش بهره‌ور میشویم. خواهش میکنم برادرها آرام بشید. ببینید خدای تعالی برای ما چه امکاناتی را فراهم آورده است. هوا گرم نیست، آفتاب نیست، بون یکنه که آفتاب هم پوشیده است که در تای آفتاب آب و عرق در گم نشین. از همین خاطر خواهش میکنم هر روز این خیلی شرایط امکانات برای ما میسر نمیگرده. انشالله اینجا دامله ها ششتگیان به نوبت کم کم صحبت میکنم، از صحبت شو فیض میبریم. همین تمام عمر ما با بیهودگویی و بیهوده گفتاری و بیهوده رفتاری میگذره. همین یک روز به خاطر خدا، به خاطر شنیدن کلام حق اگر صرف کنیم انشالله هیچ گم نمیشود. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. حضرت استاد